علاوه اگر که یک دیگر را میبینیم دشمنی هم دیگر را میبینیم. مکتوبی کشاد پسر امیر سابق بخارا که به پدرش نوشته است: تو میخواهی که در بخارا آمده حکومت شورا را افغانی، برای آن میخواهی که به تاجیکستان شورایی هجوم نمایی، لیکن این نخواهد شد. در تاجیکستان حکومت شورایی دوام دارد و دوام خواهد کرد. روزنامه ایزویسته پیش از درج نمودن مکتوب از طرف خودش سخن زیرین را می نویسد: ما مکتوبی را که پسر به پدرش نوشته است درج می نماییم. پدر با واسطه یاردم حکومت جهانگیری سابق روسیه بخارا را اداره کردگی لگنبردار صادق پادشاه روسیه امیر سابق بخارا می باشد. پدر که از طرف عامه مهنتکش از بخارا تبعید شد در یک کنج افغانستان به نام و نشان مانده بود. وی در نزدیکی در مقابل حکومت شورای خطابنامه برآورد و با این واسطه باسمچیان در اطراف غرم و سرحد ما هجوم کردند. پسر شاه مراد در لاغر دوم می ایستد. وی در مسکو به مکتب ربفک می خواند. وی پسر سابق حرکت های بی قوت پدرش را شنیده به وی یکمین و آخری در ناخنک مکتوب خودش را می نویسد. ما این نوشته را از این سبب چاپ می کنیم که در تاریخ این گونه حالت های قوت غلبه مفکوره اجتماعی کم دیده شده و حتی در عصر میانه از جهت سیاسی محو شدگان بخارا چگونه ظلم ها و بی مناسبت ها داشتن را بر علایینه نشان می دهد. در مکتوب سخنهای زیرین نوشته می شود: من به تو در عمر خود یکمین و آخرین دفعه مکتوب می نویسم. من مکتوب نوشته و در بین ما هیچ یک علاقه پیدا شدن را نمی خواستم، لیکن حادثه های روزهای آخری روی دادگی من را به تو با خون دل مکتوب نوشتن را مجبور کرد. در سال 1917 دنیا در تاریخ انسانیت یکمین دفعه به دو لاگر تقسیم شد: لاگر سرمایه‌داری و لاگر سوسیالیسم است. سال 1918 آمد. در این وقت حاکمیت استبدادی تو و حرکت ارتجاعی یعنی کهنه‌خواهی بسیار تیز شد. ریگستان از خون دهقانان کمبغل که به ظلم‌های سخت تو مقابل برآمده بودند و آنهایی که در وقت حاکمیت تو تله و تاراج شده بودند پر شد. تو به عیش و عشرت خود مشغول بودی، در حالتی که پدر و پسر بودیم، ولی با تو در سال یک دفعه ملاقات می‌کردیم. در وقت‌های دیگر مایان 3 برادر در قوس در دایره زنان با مادران خود زندگی می‌کردیم. تو از بودن پسرهای خود خبر نداشتی. من اینها را نمی‌فهمیدم. در آن وقت 9 ساله بودم، ولی شکایت‌های مادرم هنوز هم در یاد من میباشد. سال 1920 آمده در بخارا بودگی حاکمیت استبدادی، کریپسنویی، نیم مستملکگی و حاکمیت عکس انقلابی افغانیده شد. حاکمیت ملاها، بایها و حاکمیت تو افغانیده شد. حاکمیت امیر مرد. در جای آن حاکمیت نو، حاکمیت خلق تشکیل شد. نو تشکیل شدگی جوان جمهوریت شورایی خلقی بخارا مایان را به تأمینات خودش گرفت. ما را پرستاری کرد، لباس پوشانید. در سال 1922 ما را برای آموختن علم به مسکو فرستاده بودند. در اینجا مایان با بخارای شورایی و با فرزندان کارگر و دهقان همراه شدیم. بعد از تقسیمات ملی آسیای میانه از قسمت‌های بخارای شورایی و جمهوریت خوارزم یک جمهوریت شورایی ازبکستانی مستقل تشکیل کرده شد. جمهوریت ازبکستان با دیگران با حقوق برابر به ساستاف SSSR داخل شد. تنها از طرف تو نه، بلکه از طرف خودجایین تو بودگی حکومت سرمایه‌داری روسیه فشار دیدگی امیر بخارا مرد. بخارا نو و دیگر شد. در عین زمان در آنجا زوری و ظلم نیست. در آنجا نادانی و بیسوادی را بر هم می‌دهند. مقدار مکتب‌ها زیاد می‌شوند. 10,000 هزارها فرزندان عامه بطرک و مهنتکش در این مکتب‌ها علم می‌آموزند. با واسطه راهبری فرقه بلشویکی خواجگی‌های خلق مستقل و مستحکم شده ترقی می‌کنند. وی برای دوران زندگانی نو، برای تشکیل نمودن جمعیت کمونیسم حرکت می‌کنند. من مدت 6 سال می شود که مرکز سیاسی و اقتصادی تمام اتفاق بودگی شهر مسکو می خوانم. من در دارالفنون کارگر علم گرفتم. من در دارالفنون بودگی کالکتیو رفیقانم استاده با همراه آنها به کالکتیو بزرگ شورا در آمدم. من تو را دیده نمی توانستگی شدم.
من پدرم نبود گفته حساب میکنم و به تو هم بودن پسر را به اذیت برآوردن تکلیف میکنم. من پسری قدیمی تو نیستم، دیگر با تو هیچ آشنا نبودگی یک شخص است که تو او را فهمیدن نمیتوانی. وی به زبان تو گپ میزند، وی فکری نو دارد و حیات به نظر وی نگاه میکردگی کسی شد. دنیا به دو لگر تقسیم شد. حرکت انقلابی تنها به غرب نموده بلکه در شرق هم رواج میگیرد. غلامان خیتای به ظلم جهانگیری مقابل خیستند. هندوها برای حیات مستقل خودشان حرکت میکنند. در تمام روی زمین شعله های انقلاب در گرفته است که آنها آتش گردیده تمام خیانتکاران را خواهد سوزاند. جهانگیران ملت ها را با همدیگر به جنگ و جوش می اندازند. آنها را از برای به مستملکه خود گرفتن فریب می کنند. تو از خانه‌اش پیش شدگی خرگوش به تاجیکستان شورایی هجوم نموده و با دسته وحشی جهانگیران در تحت حمایت حکومت خائن بچه سقا به بخارا آمدن را فکر میکنی. تو با این میخواهی که در بخارا حکومت شورا را افتانده بخارای امیری تشکیل بدهی. فرق فقط همین است. اول تو خلق را فشار داده یافتگی خود را با سرمایه‌داران روسیه تقسیم می نمودی، اما تو اکنون میخواهی که دائما گرسنه بودگی درنده دنیا با انگلیس شریک بشوی، لیکن این نخواهد شد. در تاجیکستان حکومت شورا دوام میکند و دوام خواهد کرد. حکومت شورا را برپا کردن به آسانی نشد. مثل تو بر این افلاس، احمق و تبعید شدگی آدمان حکومت شورا را به آسانی افشانده نمیتوانند. تو در سال 1920 که از بخارا می رفتی به تمام شرق بخارا تخم باسمچیان را پاشیده رفتی. عسکر سرخ با غلبه کارگر و دهقان و عسکران سرخ ملی باسمچیان را پریشان کرد. لیکن اگر توده باسمچیان در خاک شورا باز پیدا شوند، این دفعه لشکر سرخ توده کسانی فریب خورده را با زمین یکسان خواهند کرد. در عقب تاجیکستان شورایی با 140 میلیون نفوس پرقوت اتفاق شورایی می باشد. اتفاق شورا را صنف کارگر غرب و تمام شرق مستملکه حمایت می کند. اینها سخنهای آخرین من است که به تو گفتم. با تو ابدی جدا می شوم. اگر من نخواهم و تقدیر مرا به تو روبرو کند، آن وقت با تو با دشمن روبرو خواهم شد. پسر سابق تو شاه مراد. روزنامه تاجیکستان سرخ، شماره رقم 74 در قوس 104، چهارشنبه 26 ماه ایلون سال 1929، صحیفه 2.